سلام عرض میکنم خدمت شما. مهدی دلوران هستم، متخصص تربیت مدرس با قسمت 12 سریال 24 قسمتی شروع و مسیر کسب و کار آموزشی با موضوع مدیریت مالی و بودجه بندی. ما بالاخره در مسیر کسب و کارمون یه سری پولا در میاریم یا در ابتدای کارمون یه سری پول داریم. اینو چطوری باید بودجه بندی بکنیم؟ اصلا سوالاتی که حالا میخوایم راجبش جواب بدیم توی ویدیو اینه که هزینه‌های ضروریمون چیه، هزینه‌های غیر ضروریمون چیه، اولویت صرف بودجه در شغل مدرسی چطوره، یعنی در ابتدا باید چطوری هزینه بکنیم و خیلی مهمه. یعنی منی که میبینید اینجا کلی پول الکی غیر ضروری دادم که تونستم این ساختار رو در بیارم. فقط یه نکته‌ای داشته باشید دوستان، من اومدم مدرسا رو به 4 بخش تقسیم کردم. شما که پیش من نیستید، کلاس خصوصی نیست که بر اساس شما تجهیزات معرفی بکنم، بر اساس پتانسیل و دارایی‌های شما بچینم که چطور باید هزینه بکنید. من فقط یک ساختاری شمیگونه‌ای دادم که از مدرس سطح پایین تا سطح بالا چه هزینه‌ها و چه بودجه بندی‌هایی باید انجام بده و باز هم همه چیز رو توش نگنجوندم چون خیلی گسترده میشد. یعنی میشد یک کلاس شاید مثلا 3 تا 5 ساعته، اما ساختار خیلی خوب و شکیل و به درد بخوری است. کلا هزینه هایی که ما داریم به عنوان مدرس یه هزینه مطالعه و یادگیری مونه، کلاس ها و کتاب ها و حالا هر مدل دیگه، سخت افزاری که داریم، نرم افزارهایی که داریم، دفتر و دستکی از اگر بخوایم حالا را بندازیم، هزینه بازاریابی و تبلیغاتمونه، دستمزد افراد تیممونه و بخشی از هزینه میره برای توسعه و بزرگ کردن کسب و کارمون. یه سری معلم پایه من در نظر گرفتم، معلم میانی که دیگه از حالت پایه در اومدن، یه سری مدرسا دیگه حرفه‌ای شدن، یه سری مدرسا جزو مدرسای تاپ لول حالا یک بخش یک صنعت قرار میگیرن. مدرسای پایه هفته یک کتابو که باید بخونن، ماهی یک دوره آموزشی رو باید ببینن. ببین برای همه فرق میکنم. من یه میانگینی دارم میرم تو دل کار. اگه خودم باشم که میشه هفته 2 کتاب، ماهی هفته یه دوره آموزشی. اینطوریه، یعنی خیلی فرق میکنه سیستم. البته من پایه محسوب نمیشم، ولی خب حالا ببینیم اون ممتاز و اینا، ببینیم داستان چقدره. یه موبایلی که بتونه فول اچ دی فیلم برداری بکنه، یه پایه دوربینی که 360 درجه باشه، پایه دوربینی که بچرخه دیگه. حالا تو بخش تولید محتوا تجهیزات بهتون میگم دقیقاً چطوریه. نور لامپ یعنی نور پنجره یا حتی نور محیط بیرون میتونه بهتون کمک بکنه اگر بخواید نور داشته باشید وقتی که تازه کاری دارید. یک دکور ساده، یک محیط بیرون میتونید استفاده بکنید. یک دکور خیلی ساده تر از این، شاید یک میز هم حتی نباشه، یک صندلی باشه، پشتش هم دکور خاصی نباشه. چون الان خیلی میبینیم افرادی که اثر گذارن خیلی تجهیزات پیچیده‌ای هم ندارن. اصلا شما اکسپلور رو بگردید، اکسپلور حالا معیار نیست، اما اکسپلور رو بگردید اکثر ویدیوهای مثلا تیزرگونه آنچنانی نیستن. و بحث تجهیزات هم، خود تجهیزات داشتن یک بیماری میتونه بشه. یعنی اینقدر بیماری حاد خرید تجهیزات پیدا بکنید، ارتقاء تجهیزات پیدا بکنید. حالا شما موبایلشه که ببینید خیلی بیماریشو دارن، تجهیزات تولید محتوا هم که میتونه این بیماری داشته باشه، باعث کمالگرایی بشه، کنار اون باعث اهمال کاری بشه. بذار یه تجهیزات دیگه بگیرم، بذار اینو ارتقا بدم، بعد شروع میکنم. این داستانا پیش میاد. میگه من کفو گرفتم، کف استاندارد حداقلی برای شروع کار. اینترنت که هزینه‌اشو دارید، وی پی ان دارید متاسفانه. لپتاپ خوبه اگر داشته باشید، اگرم بخرید بازم خوبه، ولی نخرید هم میشه یه جوری کارو در آورد. میکروفون یه صدای خوبم داشته باشید، میکروفون بویا M1 میتونید داشته باشید، حدود نزدیک 400 تومنه، 400 شده دیگه، نمیدونم الان جدیدن نگرفتم، یعنی برای کسی هم نگرفتیم، تقریبا هولوش 400 تومنه. میکروفون‌های بیسیم، حالا میریم تو بخش تولید محتوا، میکروفون‌ها رو میگم که چطور حداقلی ها رو داشته باشید.
نرم افزار باید بلد باشید. نرم افزار پریمیر، افتر افکت، ایلستریتور، ادوب آدیشن برای پادکست، یا حتی میتونید جایگزین اینا رو توی نرم افزارهای گوشی داشته باشید. نرم افزارهای پی سی هن، ولی این نرم افزارها رو میتونید شما ببین. حالا اینجا میتونست ورد هم باشه، پاورپوینت هم باشه، اکسل هم باشه گاهن. این شات داریم، موجو رو داریم، استوری آرت رو داریم، کارو رو داریم، اسکرین رکوردر رو داریم، ویدیو اسپلیتر رو داریم، کپکات رو داریم، پیکسارت رو داریم، فوتوروم رو داریم، خیلی نرم افزارهای دیگه. ما حتی هوش مصنوعی هم کمک اینا داریم. نمیدونم حالا اینا رو نمیشه همش رو توضیح داد. آره، ولی کارهای مختلفی میکنه. سرچ بکنید دیگه بابا، دیگه دارم بهتون سرنخ میدم. اصلا قدرت یه مدرس اینه که آدم سرچ پذیری باشه، سرچبلی باشه، بره دنبال داستان بگرده حتی بدون سرنخ. من که دیگه اصلا تو این سریال 1000 تا سرنخ بهتون میدم. در ابتدای کار مهارتی که باید داشته باشه اینه که بتونه خوب تقلید بکنه، روی نرم افزارها خوب مسلط بشه، مهارت جستجو داشته باشه، سرعت مطالعهش بالا باشه، یعنی تقویتش بکنه، طراحی آموزشی یاد بگیره، دانش بازاریابیشو ببره بالا و فن بیانش رو تقویت بکنه. مدرس میانه هفته یک کتاب داره، ماهی 1 الی 2 دوره آموزشی، ارتقاء گوشی موبایل داره، دکور استودیویی معمولی، اینترنت، وی پی ان، لپتاپ، میکروفون. دیگه اینجا لپتاپ دیگه اجباری شد. یه پرزنتر معمولی مثلا 300 400 500 تومانی. ماهی 1 الی 2 میلیون تبلیغات شروع میشه. 2 تا 3 میلیون. ببین بازم میگم فرق میکنه. یکی که اول کار داره کنترل شده میتونه بیشتر از این هزینه بکنه. البته کنترل شده، چون بات کردن پیج اگه از خودمون خیلی جلوتر بیفته اصلا خراب میشه اوضاع. اما کنترل شده میتونه بیشتر از این هم هزینه بکنه. مهارت هایی که این مدرس میانه نیاز داره، بتونه الهام بگیره از رقبا، نرم افزارها تقویت بشه، مهارت جستجو، سرعت مطالعه، مهارت تقویت دانش بازاریابی، فن بیان. یعنی دیگه حالت تقلید دیگه در اومد، ولی این مهارت ها سر جاشه و مدام باید اینا تقویت بشه. مدرس حرفه‌ای هفته 1 کتاب، شرکت در دوره‌های وزین سنگین گرون قیمت، ارتقاء گوشی موبایل داریم، دوربین دیگه لوازم، دوربین DSLR دیگه شده دیگه، حالا 10 تا حالت گوشی هم در میاد خیلی از ویدیو. منابع نوری که میخواد استفاده بکنه میتونه تکمیل تر بشه. یک استودیو حرفه‌ای، این VPN تا آخرمون باهامون میاد. ایشاله که اون موقعی که شما دارین این ویدیو رو میبینید VPN رفع شده باشه. میکروفون رود رو داریم. دیگه رود میاد وسط، حالا مثلا همین میکروفونی که ما داریم. هاست و دامنه و افزونه ها هزینه داره، یعنی اگه بخوای سایت شخصی داشته باشی که دیگه باید داشته باشی تو بخش حرفه‌ای، باید هزینه هاست و دامنه و افزونه ها رو داشته باشی. پنل پیامکی راه افتاده باشه، ایمیل مارکتینگ، پرزنتری که تا 3 میلیون باشه بتونی یه سری کارا باشه انجام بدی. دیگه نیرو استخدام میشه دیگه، ماهی 5 میلیون حداقل تا الی ماشاءالله میتونید هزینه تبلیغات بدید. تلویزیون میتونید برای خودتون داشته باشید، خیلی واجب هم نیست، اگه داشته باشید میشه یه سری کارا باش کرد. کارگاه برگزار میکنید و هزینه های کتاب. فکر کنم اینجا اینی که نوشتم منظورم کتاب هایی که خودمون مینویسیم، هزینه چاپش، هزینه مجوزش و هزینه ویراستارش، حالا هزینه‌های جانبی که یک کتاب داره، طراح جلد. مهارت‌هایی که مدرس حرفه‌ای میخواد، یک آنالیزور خیلی قوی و باشه، بتونه شبکه سازی بکنه، شبکه‌اش رو گسترده بکنه، تیم سازی و تفویض اختیار رو یاد بگیره، طراحی سایت خودش یاد بگیره، یا خیلی هم واجب نیست ولی یک فهمی از سایت باید داشته باشه. آدم تبلیغ نویس باید باشه، مذاکره کننده حرفه‌ای و متقاعد کننده باشه. بازاریابیش دیگه مولتی چنل بشه، بتونه در پلتفرم‌های مختلف بازاریابیشو گسترده بکنه، فقط به اینستاگرام
بسنده نکنه، کمپین های بازاریابی و کمپین های تبلیغاتی بتونه برگزار بکنه. میریم برای مدرسای ممتاز سطح بالا، این هم باز هفته یک کتاب، دوره‌های خارجی دیگه میتونه شرکت بکنه، دستش بازه. بهترین دیگه پرچمدارها رو باید داشته باشه، گوشی موبایل بازم بایدی نیست ولی دیگه دستش میرسه. دوربین و لوازم تولید محتوا به تعدد باید داشته باشه، شاید اصلا خودش برگزار کننده یک سمینار خودش باید باشه، سیستم استریمینگ رو باید مثلا خودش کلا راه بندازه. منبع نوری به تعداد، دفتر کار و استودیو مجهز، اینترنت VPN، لپتاپ به تعددی که نیاز داره، میکروفون به تعداد، ارتقا دامنه سایت باید بزرگ بشه چون احتمالاً کاربرایی که روزانه به سایت سر میزنن شاید به ساعت به دقیقه برسه دیگه. افزونه ها ارتقا پیدا میکنه طبیعتاً، پنل پیامکی، ایمیل مارکتینگ دیگه. بهترین پرزنتری که الان لاجیتک میتونه داشته باشه، لاجیتک اسپاتلایت. هزینه های کتابش، استخدام نیرو، تبلیغات ماهیانه 15 میلیون حداقل، تلویزیونش، برگزاری کارگو و همایشاش، برگزاری امکان وبچست، موس سایلنت و دیگه تجهیزات دیگه حرفه‌ای میشه دیگه، لنز دوربین متنوع و هزینه هایی که برای سیستم سازی میکنه. تأسیس آموزشگاه میتونه داشته باشه، اونم واجب نیست، اون دیگه یه کار جدید و داستان متفاوت میشه. و هزینه‌ای که برای برندسازی و تکمیل برند بوکشون انجام میدن. داریم نه دیگه. و با ابزار حرفه‌ای زحمت حرفه‌ای شدن کمتر میشه. مهارت‌های مورد نیاز مدرسای سطح بالا، رهبری، نپذیرفتن خیلی چیزاست، چون دیگه خیلی متقاضی پیدا میکنن تو همه چیز، دعوت میشن، میخوانشون، به عنوان مهمان هدیه بهشون میدن، خیلی چیزا دیگه نباید بپذیرن چون توقع ایجاد میشه و داستان به هم میزه. سبک خودشو باید دیگه ساخته باشه دیگه، تا اینجا گنجینه محتواش تکمیل شده باشه، رسانه سازی بکنه و به منابع ایده و خلاقیت، به منابع اطلاعات وصل باشه، اون منابعی که مدرسای ممتاز میدونن. و هزینه هوش مصنوعی هم جدیدن دیگه اضافه شده. شما چه بخواید تولید محتوا بکنید به هوش مصنوعی نیاز دارید، مارکتینگ بکنید به هوش مصنوعی نیاز دارید، ادیت و تدوین بخواید بکنید به هوش مصنوعی نیاز دارید. خیلی از این هوش مصنوعی‌ها نسخه رایگان دارند و نسخه رایگانشون تا یه حدی میتونید باهاش کار بکنید، یا نه نسخه رایگانشون تمام امکانات باز نیست و یه جاهایی بعد دیگه بالاخره هزینه بکنید برای هوش مصنوعی. من خودم یک بودجه خیلی زیادی برای هوش مصنوعی دارم صرف میکنم ماهیانه، چون خیلی از کارامو هوش مصنوعی میبره جلو، خودم مهارتش رو دارم و خیلی کارم هم سریعتر کرده. اصلا به عنوان یه ابزار یا دستیار خیلی خوب، به عنوان یک مغز درونی، یعنی خودم رو اول بهش میشناسونم، این علم پرامپت نویسی میشم، خودم رو بهش میشناسونم به انگار یک مهدی دلوران بیرونی که سرعت و دقت خیلی بیشتری در ثانیه و لحظه داره، میتونه برام ابزارهای مختلف رو درست بکنه و استفاده بکنه، یا حتی اصلا خودم از قفل ذهنیمو گاهن باز بکنه که بتونم حتی به خودم بهتر رجوع بکنم. و دیگه داریم دیگه هزینه‌های هوش مصنوعی هم از ابتدای کار. حالا بحث مهارت شد، یه سری مهارت‌ها در همه سطوح نیازه. بحث مدیریت مالی، خود ترمیمی، یه جاهایی که نیاز خودمون رو ترمیم بکنیم، حل مسئله، برنامه‌ریزی، مدیریت زمان، استمرار داشتن، هدف‌ها رو چکشکاری بکنیم، بین کار و تفریح تعادل برقرار کنیم، سلامت جسمانیمون، از یاد نبردن مشتری هامون، رشد مداوم، بازخورد و اصلاح کردن جزء مهارت هاییه، و پذیرفتن شکست که باید همیشه داشته باشیم، اینا با همون باشه. هر کدوم از اینا کلید داره دوستان، یعنی میبرتتون یه جایی از یکی از حفره هاتون رو پر میکنه اگر پیشو بگیرید، چه تو دورهای ما، چه تو دورهای اساتید خوب، و چه خودتون بخواید خود تعلیمی داشته باشید، خود آموزشی داشته باشید. هزینه هایی که میکنید هم اگر
بخوایم یه ساختار بندی دیگه بهش بدیم، هزینه باید در ابتدا برای ارتقای کسب و کار بره، بعد برای تفریحمون باشه، بعد برای سرمایه گذاریمون باشه و مجدد برای ترفیهمون باشه. چون دیگه بخوایم خیلی از بالاتر بهش نگاه کنیم، فلسفی نگاه بکنیم، 2 سوای عمره اومدیم لذت ببریم و از عمرمون استفاده بکنیم. من تفریحو 2 بار جا دادم. متشکرم. اگر نقطه نظری داشتید، سوالی دارید، حتما بپرسید، من میخونم، پاسخ میدم. و اگر فکر میکنید به درد کسی میخورد بحث هزینه ها و مدیریت مالی یک مدرس، اینو میتونید براش بفرستید. متشکرم. خدا نگهدار.